روزنامه کردستان به هجمار 239 بشه کردی و 698 بشه عربی هاتا وشاندن. تیدا هجمارک مجارن سیاسی و روشنبیری ینگریدای کردستان و دوره هاتنا وشاندن و گشت بردست خوینه را. روپلا یکم بحثا هاورچنا دزگاه خیرخوازی بارزانی جه قربانی عرض هجره لروجاوا و باکره کردستان و سوریه و ترکیه کرد و بانگا نویسگاه سرکرداتی اهریم کردستان یا پارتیا دموکرات کردستان سوریه جبو آلیکاریا زیاندیتی عرض هجر عفرینی و جندریسه و سالواگر 11 یا ترور کرنا سرکرده پارتیا دموکرات کردستان سوریه هر وها سپاسی سروک حکومت دمکی یا سوری جهریم کردستان را لسر پیشکش کرنا آلیکاریان بو زیاندیتی عرض هجر لسوریه کرد. در روپلا دوم و سیام و چهارم دا بحثا هلمتا پارتیا دموکرات کردستان سوریه و انجمن نشمانی کردی لسوریه جبو کم کرنا آلیکاریان با عفرینی و جندریسه و راپورت سیاسی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریه یا محاسبات و نوچین روجاوای کردستان کرد. روپلا پنجم بحثا روشه لسوریه و پیکاته نوید که. در روپلن 6 و 7 دا هجمارک مجار و راپورت کردستانی و سوری هات نوشاندن. هر وها بشه عربی یا روزنامه کردستان هجمارک مجار و نیرین سیاسی و ویژه‌ای و تندرستی و جواکی لخوا دگره. ده بشه کردی دا یکم روپل بحثا برینا کوریا جندریسه دکه. روپلا دوم بحثا هاورچونا دزگاه خیرخوازی بارزانی جه زیاندیتین عرض هجره لعفرینه و هلمتا گویلان بو کم کرنا آلیکاریان جبو عفرینه و جندریسه دکه. روپلا سیم بحثا وگر جیان لچم خابور دکه. روپلا چارم بحثا بلاف کرنا پرتوکا داستان برزانیان یا روزنامه‌وان کرد شیخ و عفرینی دکه و بداخوازا دایکه که بشه کردی بداوی هات. روزنامه کردستان روزنامه که نیو مهانه جعالی راگهاندنا ناوندی یا پارتیا دموکرات کردستان سوریه و ده بلاف کرن.